سلام علیکم بینندگان گرامی، تماشاگران محترم. بعضیاتون در کامنتر نوشتین که گوای ما شکوفه برآورده خیلی لیچه نکنیم. این همی شکوفه را این در گوای در این گواه هستیم دیدین بلو خوشش این بخوای بوش این شکوفه موچین تریخفیتیه بیماری تریخفیتیه شکوفه موچین این را دو بار پدریت LTF vaksine mekinim. Vaksine LTF mekinim. Mesela iruz kardem 120 10 روز پس روزی yakında bu paftor mekinim. 10-14 روز پس paftor mekinim. و با همین خودش خلاص میشه. میرزه میره روغن کردن میگیریم بولویم خوشو کی ماز یا ماز یام میکنیم یا کی روغن میکنیم تو که همون قشقل گرفتگیش بریزه. اگر ما LTF کول کردیم دو بار که کول کردیم به پریف نصف میشه میره. اگر نکردیم باید آدم هم میتونه بگذره. باز برای شما LTF واکسینه را نشانتون میتیم. ببینندگان گرامی LTF 130 LTF 130 این میره دو بار میکنی. جایی که کول میکنی همین باید بتراشی کم ترک چینی تنگه ده همونجا کول میکنی که برای جای دو فیدیم با بالای همون باید با کول کنی گم نکنی جای کولاده باید بتراشی.